وقتی بابت مشکلات روحی روانی به روانپزشک مراجعه میکنیم، بابت تشخیص این مشکل ما حداقل باید نیم ساعت وقت بذاره، ریز به ریز گذشته، حال و مسیر آیندهتون رو بررسی بکنه و به قول معروف شرح حال بگیره از شما. متاسفانه برخی از پزشکان ما در کمتر از 5 دقیقه دارو تجویز میکنن و خب این فاجعه است. برای مثال افسردگی در خیلی از بیماری ها دیده میشه، وسواس فکری، ADHD، دو قطبی و غیره. منتها شیوه درمان هر کدوم از این موارد با هم فرق داره. فرد به علائم افسردگی مراجعه میکنه و پزشک در کمترین زمان ممکن بدون شرح حال گرفتن بلافاصله داروی ضد افسردگی تجویز میکنه، معمولا از دسته SSRI مثل فلوکستین، سیتالوپرام و موارد این چنینی. حالا اگه مثلا فرد به بیماری اختلال دو قطبی دچار باشه و پزشک خوب تشخیص نده، احتمالش هست که به خاطر مصرف داروهای ضد افسردگی بدون استفاده از مود استیبلایزرها یا تثبیت کننده های خلق وارد فاز مینیا یا شیدایی بشه و تو این حالت فرد ممکنه تصمیم‌های شتاب زده بگیره و بدون فکر، البته، مثل اینکه یهو مثلا ماشینشو بفروشه، بره یه جای مغازه بگیره و بدون اینکه هیچ پیشینه‌ای از این کار داشته باشه شروع به مثال فروش قطعات کامپیوتری بکنه. پس حتما اگر قرار هست به روانپزشک مراجعه بکنید، مطمئن شین که از شما یه شرح حال مفصل گرفته میشه و در کمتر از 5 دقیقه براتون دارو تجویز نشه. برای همینه که متاسفانه فرد 2 سال 3 سال دارو میخوره، حالش بهتر نمیشه، که هیچ بدتر هم میشه. بعد میگن این داروها هیچ فایده‌ای نداشته، که هیچ ضرر هم داشته.